سلام. دارم میرم رستوران یکی از دوستان. بچه ها قرار داریم قرار یک بارتندر ایتالیایی بیاد اونجا و یه سری مشروبای خیلی خاص و ایتالیایی درست بکنه که البته من مشروب نمیخورم و به کسایی که منو میشناسن میدونن. صاحب رستوران یکی از دوستان خیلی خوب منه. البته سال در سیاست هم بوده. زمانی که کارمو شروع کردم در وایس امریکا، البته نه از همون سال اول ولی چند سال بعد شناختم اینها رو و اون موقع با یک گروه سیاسی کار میکرد. جزء اولین گروه‌های سیاسی بودن که شروع کردن به مبارزه برای آزادی در ایران. ولی بچه‌ها اینو می‌خواستم بگم که اگه یک وقتایی در بین برنامه اتیکت میبینین که به رستورانی میرم یا از اونجا تعریف میکنم، به هیچ وجه تبلیغات نیست، چون اصلا تبلیغات متفاوته. ما تبلیغات هم قبول میکنیم ولی کاملا متفاوته. من اگه از رستورانی یا کافه‌ای تعریف میکنم یا برای روزی که میرم اونجا فیلم میگیرم، به خاطر اینه که یا خیلی خیلی کیفیتشون خوبه و واقعا دلم میخواد که بچه‌ای که اینجا هن یا میان اینجا از ایالت‌های دیگه از کشورهای دیگه واقعا برن و تجربه کنن، یا میدونم که اون فرد خیلی زحمت کشیده تا به اینجا برسه و ما ایرانیای خارج از کشور باید پشت هم وایسیم، باید هم دیگر ساپورت کنیم. خلاصه گفتم که امشب رو تبدیل به یک برنامه کنم که هم از تلویزیون ایران ایندیپندنت ببینین، هم از طریق یوتیوب خودم ببینین. بچه دوست دارم که تو کامنتاتون بنویسین که دوست دارین از کجاها فیلم ببینم، کجا ببینم، دوست دارین چی ببینین توی این چنل، توی این کانال، دوست دارین چی ببینین، دوست دارین خواننده ها رو ببینین، دوست دارین خیابان ها رو ببینین، دوست دارین راجع به فشن لس آنجلس ببینین، تصادف ببینین، دوست داریم راجع به ورزش، سلامتی پوست. البته تو اتیکت 100% سلامتی پوست و مد رو خواهیم داشت، ولی دوست دارم که نظرتون رو بدونم. حالا میدونم خیلیاتون میان میگید آرایشت مثلا چرا زیاده، یکی میاد میگه کمه، یکی میاد میگه چرا موهاتت رو میبندی، یکی میاد میگه که نمیدونم چرا لنزت انقدر روشنه، یکی میاد میگه پیر شدی، یکی میگه بابا چه پیر خوبی پیر نشدی. اینا رو همه رو دوست دارم میخونم، جواب میدم و همه خیلی خوششانسم، چون هم تو اینستاگرام هم در یوتیوب مخاطبین خیلی با کلاس و با ادب و با شخصیتی دارم. هیچ وقت کامنت های بد بی ادب من نگرفتم، خدا رو شکر، و از این بابت خدا رو شکر میکنم و از شما تشکر میکنم که اینقدر محترمید. ممنونم ازتون و همتون احترام میذارم، خیلی دوستتون دارم و دوست دارم که نظرتون رو بدونم. لطفاً بگین دوست دارین چه برنامه‌ای درست بکنین که هم از طریق ایران ایندیپندنت ببینین، هم از طریق یوتیوب. فعلا باهاتون خداحافظی میکنم تا برسم به رستوران میری اند رابز، یکی از قدیمی ترین رستوران های لس آنجلس و وست. اینجا خوشگله. اینا هر کدومشون این بشقابای تاریخچه به تمی دارن. مثلا اینجا داور تمام این بشقابا شاتایی از فیلم جنگ ستارگان هستش. بعد اینجا دیزنیه. چقدر خوشگل و کیوتن. بعد جالبه اینجا هر میزی بوت خودشو داره. اینجا هم بساس، یعنی خانواده احساس پرایوت بودن و خیلی راحتن دیگه، چون میز بغلی رو اصلا نمیبینن. فیلم برباد رفته که من عاشقشم. الگوی من میلانی بود، زن اشلی، یادتونه همسر اشلی که
اسکارلت میخواست شوهرش رو به دزده یه جورایی. یک ملاحت خاصی داشت ملانی، خیلی دوستش داشتم. اشک‌ها و لبخندها چقدر کیوته، خیلی خوشگله. لطفا برام کامنت کنین که اگه اینجا بودین دوست داشتین کجا بشینین. جنگ ستارگان، استار وارز، دیزنی، برباد رفته، اشک‌ها و لبخندها و این فیلم کابوی که یادم نمیاد اسمشو، و این هم که برای سربازان آمریکاییه با پرچم آمریکا. مریلین مونرو که تازگی ها فهمیدن نه تنها خنگ نبوده بلکه خیلی هم باهوش بوده و میدونسته که از زیباییش چطور باید استفاده کنه. مریلین مونرو زیبا. البته بچه‌ها خیلی جالبه اینقدر الان تبلیغ لاغری رو میکنن و اینقدر دیگه میخوان همه مثل اسکلت بشن و خیلی زیادی شده توی سوشال میدیا. همینجا که میبینیم هالیوود اصلا نگران خیلی از هنرپیشه‌ها، بازیگران و خواننده هاست که دیگه بیش از حد دارن لاغر میشن. شما هر موقع عکس مریلین مونرو رو ببینید میبینید یه شکن کوچولویی داره، چند لباسای تنگ میپوشیده و جالبه اون موقع اصلا اینقدر حساس ندارن. موقع رو کمر حساس بودن که کورستای تنگ میبستن به کمر که کمر باریک‌تر باشه. خب اینم مریلین مونرو و الویس پرسلی، خوش تیپ محله، ولی چه سرگذشتای دردناکی داشتن ها. هم مریلین مونرو هم الویس پرسلی. یه تور کوچولوی اینجا براتون دادم، خانواده سیمپسونا رو اونجا یادم رفت البته دم اگزیته که دیگه میری بیرون، ولی این دوتا کنار همن، مریلین مونرو، الویس پرسلی، دوتا خوشگل و خوشتی. نتیجه اخلاقی چیه؟ اینکه خوشگلی واسه آدم نون آب نمیشه و خوشگلی بهش دردی نمیخوره، چون سرگذشت هر دوی اینها که از زیباترین انسان‌های روی کره زمین بودن و درس عبرت بگیر. چی شد؟ خیلی ناراحت کننده است واقعا. Oh, you remember I told you I'm not drinking alcohol and you made it very, very nice alcohol. Yeah. That's delicious. Thank you. Basil syrup, Yes. I think. Yeah, homemade basil syrup. There was, well, technically vodka, but in that case I didn't put the vodka. Lemon juice and a vaporization of elderflower on top. So those are all technically Italian original recipe because the mimosa was created in Italy, and we just switch the main ingredient that it should be the orange juice with different kind of fruit. And this one is with cantaloupe extract. Cantaloupe mimosa. به به. خب من بهش گفته بودم که مشروب، یعنی مشروب الکلی نمیخورم، ولی خب خیلی به حرفم اهمیت نداد، کار خودشه کرد. برام ماموسای طالبی درست کرد. حالا منم یه کوچولو ازش میخورم که ناراحت نشه و ببینیم چیه، چون با شامپاین درست کرد. Oh my god. Very refreshing, very delicious. Thank you. شما خوردی؟ شما کدوم مدلش رو خوردی؟ بدون الکل، ولی کدوم مزه‌ش رو خوردی؟ منم طالبی. من اصلا عاشق آب طالبی هم هستم.
شما چی؟ شما کدوم چه مدلشو خوردی؟ بلوبری؟ چقدر طالبیش خوشمزه است. Delicious. Thank you so You're much. very welcome. Thank you. خب دوستان جای شما خالی. این بسیار خوشمزه بود. تا حالا مشروب طالبی نخورده بودم. این اولین بار بود. حالا درسته من مشروب الکلی نمی‌خورم ولی معمولا با دوستام که میرم رستوران و کافه و بار و این طرف اون طرف چون میخوام که بقیه اذیت نشن و به قول آمریکایی پارتی پوپر نباشم همیشه یه نوشیدنی بدون الکل میگیرم مثل موهیتو یا مارتینی بدون الکل و طالبی تا حالا نخورده بودم و واقعا این یکی از خوشمزه ترینا بود. Cheers to you. من توی ماشین تو اوبر که نشسته بودم خودم از خودم فیلم گرفتم و راجع به شما یکم صحبت کردم. گفتم که سال اولی که وارد این کار شدم بعد دیدم افتاد که نه 2-3 سال بعدش بود که با شما صحبت کردم. شما اون موقع با مرز پرگوهر کار می‌کردین و به دوستانی که می‌بینن این برنامه رو داشتم میگفتم که جزء اولین دانشجوهایی بودیم که شروع کردیم به اعتراض برای آزادی، یعنی جنگیدن و مبارزه با جمهوری اسلامی برای آزادی. بعدش هم میگفتم که بعضی از جاهایی که میرم که رستوران هست اصلا جنبه تبلیغات نداره. گفتم ما تو تلویزیون ایران ایندیپندنت و در یوتیوب خودم تبلیغات قبول میکنیم، اما بعضی رستوران ها برای خود من ویژه است چون صاحب اونجا رو میشناسم و بک‌گراندشو و برای همین دوست دارم که راجبش حرف بزنم. اینقدر زندگی شما برای من جالبه که از کجا شروع کردین، چطوری شروع کردین. امروز که داشتم میادم اینجا برای این برنامه قشنگی که هر دو شنبه میگذاریم با این بارتندر ایتالیایی شیک پارلو. بله حالا راجع به پارلو هم صحبت میکنم ولی واقعا خیلی دوست داشتم که یه روز که اینجا برنامه است حالا یه بارم میخوایم بریم دلفی و راجع به اینجا هم بگم که آقای فرنی‌پور اینجا یکی از قدیمی ترین رستوران‌های وست‌وود فکر می‌کنم. قدیمی ترین داینر وست لس آنجلسه. established 1947. اینجا توسط یه زن و شوهر به اسم مریان راب 1947 تأسیس میشه. اول در یه دراگ استوری سر چهارراه بوده. اینا یه سودا کانتر اجاره میکنن. 2 سال بعد که اینجا رو میبندن برای اینکه خیابون رو پهن کنن برای دانشگاه، اینجا 2 سال تعطیل میشه، خیابون بسته میشه، موو میکنن به این رستوران. از اون موقع اینجا میمونن. مری و راب. حالا از اون موقع اینا شروع کردن. من در حقیقت 3مین صاحب این رستوران هستم و خوشحالم که چند وقت پیش موفق شدم که نوه این خانواده رو ببینم. ازش خواهش کردم عکس پدر بزرگ مادر بزرگش رو برام فرستاد. به مشتری قدیمی که می اومدن نشون دادم و شناختنشون. به آشپز اینجا که 48 سال الان توی این آشپزخونه داره کار میکنه از به اون نشون دادم. اونم گفتش همینطوره و اینم خودش از ویژگی‌های اینجاست که 48 سال آشپز اینجا عوض نشده. هنوز مشتری‌ها میان بعضی وقتا یه عکس سیاه‌سفید در میارن میگن این غذا رو ما می‌خوایم اسمش نمیدونیم چیه. وقتی براشون به منم بدین بذارم حتما میدمتون و وقتی اون غذا رو میدیم بهشون دقیقاً همون جوری که سالیان سال پیش درست می‌کرده این فتوکپی همون غذاها رو درست می‌کنه. وقتی من اینجا رو گرفتم اولین کاری که کردم سعی کردم اون حال و هوای کافه‌های دوران 50 رو به اینجا برگردونم. اون کلکسیون بشقابای هالیوود رو که اینجا 1-2 تا از این نشریات این بشقابا اشاره کردن که اینجا جاییه که هالیوود با وست‌وود میت میکنه. اونا رو آوردم اینجا. کلکسیون قاشقای قدیمی رو آوردم تو این رستوران.
این دکوراسیون بزرگ داینرهای قدیمی رو اینجا آوردم و سعی کردم اون حال و هوای قدیمی رو برگردونم. من لس آنجلس نیست آقای فرهانی پور. خیلی کمن هستن هنوز. اتفاقا من می‌خواستم اینو بگم که دوستانمون که می‌بینن برنامه رو، چون من واشنگتن دی سی زندگی می‌کردم و خب نیویورک و ویرجینیا و مریلند و خیلی از شهرهای ایالت‌های آمریکا رو دیدم، خب اکثر رستوران‌ها همین جورین اون طرفا، ولی لس آنجلس اصلا رستوران اینجوری که توی فیلم‌های مثلا قدیمی آمریکایی می‌دیدیم و کابوی و اینا هیچ وقت ندیده بودم. یعنی واقعا تو راه مثلا سانتا باربارا یا اون طرفا دیده بودم اما تو کالیفرنیا، ولی تو لس آنجلس نه. حالا تو دل لس آنجلس همچین رستورانی واقعا قشنگ بود. جاش واقعا خالی بود اینجا و خوشحالم که موفق شدیم اینو برای جامعه اینجا نگه داریم. شما که منو میدونید دلفی رو هم سعی کردم اون حالتهای اصیلش رو نگه دارم. سعی میکنم به اون چیزی که جامعه میزبان به ما داده احترام بذارم و اون رو بهتر از اون چیزی که تحویلمون دادن بهشون برگردونم. این از اخلاقیه که من دارم. و خب به هر حال محلایی که صبحانه های آمریکایی به خصوص پنکیک و نمیدونم تخم مرغ و بیکن و اینا دارن، یکی از نوشیدنی های معروفشون هم میموسا یا همون آب پرتقال شامپاینی که سرو میکنن که جدیداً یه همکاری شروع کردیم با یک بارتندر خیلی معروف آقای پالو از ایتالیا اومده ایشون و حالا با خودش هم صحبت کنیم. آره ایشون سلبریتی بارتندره که با میموسه های خیلی سیگنیچر داره درست میکنه که اونا رو هر هفته دوشنبه ما اینجا گذاشتیم همون اضافه کنیم. ببخشید پریدم وسط صحبت رو. دفعه پیش که تو دلفی بودیم درست کرد این، یادمه برای من، خب من چون مشروب نمیخورم به من گفت من برات یه ماکتل درست میکنم، یعنی یک کوکتل بدون الکل. بعد یه شربتی داشت، یه سیروپی داشت که سیروپ ریحون بود و چقدر خوشمزه بود. درست؟ بله بله. بی‌نظیر. اگر دلتون میخواد که غذای آمریکایی اصیل واقعی، مثلا ایران میرفتیم سوسیس بندری میخوردیم یا ساندویچ اونطوری، این مدل اینجوری آمریکاییه. میتونین تو مریان رابز بخورین. من یه روست بیفی گرفتم که اینو میزنن تو آب گوشت اینجوری و بعد میخورن. دوستم ساندویچ استیک گرفت که ما نصف عوض کردیم و آنین رینگز، پیاز سرخ شده و فوق‌العاده بود، واقعا فوق‌العاده بود. جای همتون خالی. اگر ایالت‌های دیگه زندگی میکنین، سر به لس آنجلس دارین، حتما مریان رابز بیاین که غذای فوق‌العاده‌ای داره، اتمسفر خیلی جالبی داره. این بارش خیلی خوشگله، اون قسمت که بود هست و اون بشقابایی که بهتون نشون دادم، سرویسشون هم که حرف نداشت، مؤدب با شخصیت و خیلی به ما رسیدن و محبت کردن و جای همتون خالی. همینجوری که میبینین لوگوی پپسی روی این لیوان هست، دلیلش اینه که مریان راب یکی از رستوراناییه که یه پارتنرشیپی با پپسی داره، در واقع یکی از نمایندگان پپسیه و نمیتونه کوکاکولا بده به مشتری، فقط باید پپسی بده. ولی لطفا یه چیزی رو برام کامنت کنید. شما وقتی نوشابه میخورین، پپسی حالا یا کوک یا هر چیزی، یا ما فقط راجع به پپسی حق داریم اینجا صحبت کنیم، دایت دوست دارین یا اوریجینال؟ چون من امکان نداره دایت بخورم، اوریجینال دوست دارم و حتی شاید بگم دایت حالا
امتحانم نکردم. یک دفعه برام اشتباه آوردن توی رستورانی، بعد دیدم که یه مزه‌ای میده، صداش کردم خانم رو، گفتم که این مزه پپسی نمیده. چیه؟ گفت چرا این دایت پپسیه. گفتم نه دیگه، برو اوریجینال راجش رو بیار. نظر شما چیه؟ دایت بهتره یا اوریجینال؟ بچه‌ها این ساعت رو ببینید چقدر بامزه است. دیگه کوکو کردنش هم که دیدین تو برنامه. مرسی که با راه بودین، خیلی دوستتون دارم. لطفاً همیشه برنامه‌ها رو ببینین. نظر شما خیلی برای ما مهمه. لطفاً کامنت بذارین در سوشال میدیای ایران ایندیپندنت و در همین یوتیوب که دارین برنامه رو می‌بینین برای ما کامنت بذارین و بگین چی دوست دارین ببینین از لس آنجلس که ما بودیم براتون درست کنیم. مرسی که این برنامه رو دیدید و با ما بودید.